ساکنان و مقامات رسمی میگویند راهی که ناحیه اسفرای تاجیکستان را با جماعت تاجیک‌نشین واروخ میپیوندد هنوز هم بسته است و ساکنان روستای قرقیزی آقسای نمیگذارند کسی از آن بگذرد. راه مذکور را روز سه‌شنبه بعد جنجال بین ساکنان روستاهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بستند. خبرنگار رادیو آزادی که در این محل است وضع را چنین تصویر کرد. Обстановка стабильная, дорога прикрыта еще. Жители Аксаи требования такое. У них срочно найти этого виновника, который поджег эту чайхану. И ущерб восстанавливаться надо. И начать дорогу это объездной. Там Аксаи Кокташ. Переговорили областные представители. И искали 3 человек из Вороха, которые требуется операция. И из Аксая тоже 3 человека отпустили в райцентр. Кому-то нужна операция, кому-то есть билеты, нужно лететь в Москву. جماعت واروخ با 35,000 اهالی در قرقیزستان واقع شده است و بسته شدن این راه زندگی مردم آن را سخت می‌کند. ساکنان آقسای آتش گرفتن یک عمارت در روستایشان را کار دست تاجیکان خوانده و راه اسفره واروخ را بستند. مقامات سعی دارند این ماجرا هر چه زودتر حل شود. مقامات تاجیکستان و رهبران نیروگاه سنگتوده یک سری مسئله پرداخت مالیات دولت از طرف نیروگاه به سازش رسیدند. چند پیش کمیته انداز تاجیکستان به دلیل نپرداختن مالیات دولت حسابهای نیروگاه سنگتوده یک را بست که این نیروگاه بر روسیه تعلق دارد. حالا رهبران سنگتوده یک و کمیته انداز موافقه کردند که مالیات دولت تاجیکستان بر اساس جدول مشخص پرداخته شود. رهبران سنگتوده یک میگویند شرکت برق تاجیک پول برق آنها را نمیپردازد و از این رو آنها هم نمیتوانند مالیات دولت را برگردانند. گروهی از مشتریان شرکت مفلس شده ماوراءالنهر در نهایت صاحب خانه شدند. محمد نظر رحمتشایف رئیس کمیته مشتریان ماوراءالنهر گفت از یک بینای تکمیل شده در محله گیپرازم دوشنبه به 60 مشتری شرکت که هزاران دلار پیش پرداخت کرده بودند خانه داده شد. شرکت ماوراءالنهر 3 سال پیش به مشکلات مالی گرفتار شد و سپس رئیس آن جورابک آخونوف را با گناه تقلب مالی به زندان محکوم کردند. صدها نفر از مشتریان شرکت با طلب گرفتن خانه تظاهرات کرده بودند. امسال در مکتب‌های تاجیکستان سال نو میلادی را تجلیل نمی‌کنند. سال‌های گذشته در مکتب‌های تحصیلات همگانی ارچه می‌گذاشتند با بابای برفی و برفک سال نو را تجلیل می‌کردند. اما امسال امر شده است که این جشن را در خانه و با اهل خانواده تجلیل کنند. این جشن را ما همچون جشنی اویلوی حساب کرده می‌شود. بنابراین هر یک وای در اویلای خود این جشن را قید می‌کند. از این پیشتر تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان گفتند که برنامه‌های سال نو را به حضور بابای برفی و ارچه و رمزهای اصلی سال نو آماده می‌کنند. اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیو و گزارش‌ها در تارنمای رادیو آزادی در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه ویژه رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.